رد علمی آخوند ابوالقاسمی بر استادش قزوینی. آخوند قزوینی میگوید تمام صحابه با جانشین شدن عمر توسط ابوبکر صدیق رضی الله عنهما مخالفت کردند و به روایتی از ابن ابی شیبه استدلال می کند که در آن آمده است فقال الناس تستخلف علینا فظا غلیظا و میگوید کلمه الناس یعنی همه مردم. اعتراض تمامی مردم. آقای ابن ابی شیبه از وکی و ابن ادریس از اسماعیل ابن ابی خالد از زبید ابن حارث ان ابابکر حین حضره الموت ارسل الی عمر یستخلفه. جناب ابوبکر وقتی که مرگش فرا رسید فرستاد پیش عمر که بیا من میخوام تو را به عنوان خلیفه معین کنم. فقال الناس، آقای حیدری یه مقدار گوشت باز کن دیگه، حداقل دیگه ما نگیم به قول لهم آذان لا یسمعون لهم اعین لا یبصرون. فقال الناس، توده مردم آمدن اعتراض کردن به ابوبکر، گفتن تستخلف علینا فظا غلیظا، تو داری خلیفه معین میکنی برای ما کسی که آدم بد اخلاق و تندخو هست. ولو قد ولینا کان افظ و اغلظ، حالا که الان زمان شما خلیفه نیست آدم تندخو و بد رفتاره، اگر خلیفه بشه بدتر خواهد شد. فما تقول لربک اذا لقیته، آقای جواب خدا را چه خواهی داد که فردای قیامت پیش خدا میری؟ و قد استخلفت علینا عمر، این که عمر را بر ما مسلط میکنی جواب خدا را چی میخوای بدی؟ این سخن ناسی، یعنی توده مردم. خب ایشون برگشت گفت که من برای شماها حرفتون هیچ ارزش قائل نیستم. اگر چنانچه من برگشت گفت اب ربی تخوفوننی، شما دارید از خدا من میترسانید. آیا یک حاکم اسلامی باید منطقش این باشه؟ آیا پیغمبر اکرم اینطوری بود؟ امیرالمومنین اینطوری بود؟ اب ربی تخوفوننی، دارید من از خدا میترسانید؟ اگر پیش خدا برم میگم استخلفت علیهم خیر خلقک، بهترین افراد رو انتخاب کردم. خب بفرمایید. آقای ابوبکر میگه بهترین ناس تو همه مخالفت کردن، میگن ماذا تقول ربک اذا لقیته. بعد برای اعتراض مردم آقای ابوبکر ارزش قائل نشد. ثم ارسل الی عمر، فرستاد دنبال عمر. قال انی موصیک به وصیت، من تو را به عنوان خلیفه معرفی میکنم. مصنف آقای ابن ابی شیبه جلد 8 صفحه 574. اما وقتی شاگردش ابوالقاسمی به روایت ارتد الناس بعد النبی میرسد که شیعه میگوید مردم پس از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرتد شدند، میگوید الناس معنای عموم را نمیرساند و به معنای همه مردم نیست. یک گروهی هستند، 1 2 3 4 نفر. خب استاد ابوالقاسمی، حالا تا قبل از اینکه بریم برای تماس ها، این روایتی که شما خوندید، خب شخصی مثل سلیم بن قیس هلالی هم در سلسله سند بود، ایشون در کتاب خودش و جاهای دیگه. ما عباراتی رو داریم در کتب شیعه که ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث او اربع، یا همین عبارت کتاب اسرار آل محمد ارتد الناس بعد رسول الله الا اربع. طبق این تقسیم بندی هم که شما فرمودید، اینها پاسخ چیست؟ آیا واقعا حق ندارند چه عزیزان اهل سنت چه وهابی ها بیان به ما ایراد بگیرن، بگن خب حالا شما این تقسیم بندی رو هم بله دارید، ولی خب به هر حال در کتب شما اومده که صحابه مرتد شدن به جز 3 یا 4 نفر. این تقسیم بندی هم در مورد همون 3-4 نفر، حالا گروه چهارمشون 3-4 نفر برای شما باقی میمونه، همشون یا مرتد شدن اصلا کلا، دیگه بحث فهم اشتباه هم نیست، جزء گروه اول بودن و یا منافق بودن یا بعدش مرتد شدن. آیا واقعا این حق رو دارن وهابی‌ها به ما این ایراد رو بگیرن یا خیر؟ و این که چه کار میکنه این روایت ها در کتب شیعه که همه مرتد شدن بعد از پیامبر به جز 3 یا 4 نفر؟
خب اینی که شما مطرح کردید ما قبلا هم جوابشو گفتیم، ولی یک عبارتی است ارتد الناس الا ثلاث رو ما از خود اهل بیت گفتن، ما خودمون خاصامشو میگیم دیگه. همین روایت که خوندیم گفتن کلام پیغمبر هم خاصام داره. ما در قرآن یک آیه‌ای داریم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. من آیه رو برای شما بیارم. در سوره آل عمران آیه 173 اگر لطف کنید تصویر اتاق فرمان. الذین قال لهم الناس، کسانی که ناس به اونها گفتند. ان الناس قد جمعوا لكم، ناس بر ضد شما نیرو جمع کردن. دو تا ناس داریم. آیا ناس اولی با ناس دومی میتونه یکی باشه؟ قطعا خیر. اینا یه گروه تو مدینه بودن، اینا یه گروه توی مکه. کسانی که یک گروه از اهل مدینه بهشون گفتند گروهی از اهل مکه بر ضد شما نیرو جمع کردن. خود این الذین هم با این ناس ها چیه؟ فرق داره، چون این ناس به این الذین صحبت کردن. پس ناس هر جا بیاد این نیست که مردم کلن باشن. آقا این الناس کیا هستن؟ کجا توضیح داده؟ همونجا قرینه حالیه بوده، کسی که اونجا بوده میفهمیده. الان مشخص نیست اون الناس کیا هستن. مثلا آقای زید و عمرو و بکر و خالد اینا این حرفو زدن، در تاریخ کامل نیومده برای ما. آقا این الناس رو ما نفهمیم چی میشه؟ نه آسمون زمین نه زمین آسمون میره، نمیدونیم. آیه قرآن هم هست. مقصود الناس اولی کیه؟ کامل مشخص نیست. الناس دومی کیه؟ کامل مشخص نیست. مقصود کل مردمه؟ قطعا خیر. روایت گفته ارتد الناس الا ثلاث او اربع، ناس مرتد شد. این ناس یعنی کی؟ یه گروهی. آقا شما یه گروه آدم رو دارید، 1 2 3 4 5. تو این 5 نفر، تو این 10 نفر میگی از این 10 نفر 4 تاشون مرتد نشدن، بقیه مرتد شدن. اشکالی پیش میاد؟ کجا ما گفتیم کل صحابه مرتد شدن؟ چرا اینو شما دلیل بر ارتداد کل صحابه میدونین؟ این حرفو ما از کجا میزنیم؟ از روایت خود امام صادق علیه السلام که آقای خویی میفرمایند و صحیحت و ابی بصیر، سند صحیح آقای خویی میفرمایند به امام صادق عرض کردم ارتد الناس الا ثلاثه، ابوذر و سلمان و مقداد، جز این 3 نفر حضرت فاین ابو ساسان. پس ابو ساسان چی؟ ابو عمرو انصاری چی؟ اینا مرتد شدن؟ نه خیر. نه خیر. پس حضرت همینجا گفتن آقا جان اون الناس عمومیت نداره مثل آیه قرآن. آقا مقصودش کیه؟ نمیدونیم. چطور میشه ندونین؟ خب تو آیه قرآن از کجا چرا نمیدونیم؟ مشکلی پیش میاد؟ نه، همین مقدار میدانیم بعد از رحلت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چند نفری مرتد شدن. ما هیچ وقت نمیگیم کلا مرتد شدن. سوال اینجاست که وقتی الناس در روایت استخلاف عمر رضی الله عنه می آید می شود کل مردم، اما به روایت ارتد الناس که می رسد می شود 1 یا 2 یا 3 نفر. آیا این سیاست یک بام و 2 هوا نیست؟ چرا آخوند قزوینی سعی می کند با تدریس کلمه الناس را به همه مردم معنی کند و حاضر نمی شود مانند شاگردش بپذیرد که الناس به یک گروهی اطلاق می شود و امکان دارد که 2 3 نفر هم باشند، نه اینکه کل مردم؟ اعتراض تمامی مردم. فقال الناس توده مردم آمدن اعتراض کردن به ابوبکر. روایت گفته ارتد الناس الا ثلاث او اربع، ناس مرتد شد. این ناس یعنی کی؟ یه گروهی. آقا شما یه گروه آدم رو دارید، 1 2 3 4 5. تو این 5 نفر، تو این 10 نفر میگی از این 10 نفر 4 تاشون مرتد نشدن، بقیه مرتد شدن. اشکالی پیش میاد؟ کجا ما گفتیم کل صحابه مرتد شدن؟ چرا اینو شما دلیل بر ارتداد کل صحابه میدونین؟ از لحاظ علمی هماهنگی بکنید.
از لحاظ علمی هماهنگی بکنید. از لحاظ علمی هماهنگی بکنید. معین کنن که این آقایان در کدام استبل درس خواندن. این دروغات چیه تحویل مردم میدین؟ این مقدار حیا داشته باشین. آبروی شیعرم بردی.